سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده رو از کتاب امام ابو حنیفه دوام میدهیم. درس امروزه صفاتهای الله. امام ابو حنیفه میگویند: لم یزل ولا یزال باسمائه و صفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة، لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل، وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الأزل، ومتكلما بكلامه والكلام صفة في الأزل، وخالقا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل، وفاعلا بفعله والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق. یعنی با تمام نامها و صفاتش از ازل بوده و همیشه خواهد بود. هیچ اسم و صفت برای او تعالی نو پیدا نیست. او همیشه با علم خودش عالم بوده و علم صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با قدرت خودش توانا بوده و قدرت صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با کلام خودش سخن می گفت و کلام صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با صفت آفرینش خود آفریدگار بوده و آفریدن صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با صفت فعل یعنی کردار خود انجام دهنده بود و انجام دادن صفت از صفات ازلی اوست. فاعل یعنی انجام دهنده خود اوست، خود او تعالی است. همه آن چی و آن کس که عملی فعل به او انجام میگیرد مخلوق است، اما فعل خداوند مخلوق نیست. اکنون بیاید شرح گفته های امام را دیده میبراییم. با تمام نامها و صفاتش از ازل بوده و همیشه خواهد بود. هیچ اسم و صفت برای او نو پیدا نیست. یعنی صفتهای الله تعالی و اسمهای او ازلی اند. آنها به ابتدا و به انتها ابدی اند. یگان اسم یا صفت محو نگشته است و از نو پیدا نشده است. زیرا الله تعالی در وجود خود کامل است، چی در ذاتش و چی در صفتهاش. اگر فرض کردیم الله تعالی را صفت پیدا شود یا صفت از او دور شود، پس چنین برمی‌آید که الله تعالی پیش از پیدا شدن صفت ناقص بوده است و این چنین اگر صفت دور شود در این صورت هم ناقص می شود. از مقام کمالی که الله تعالی دارد این نوع شدن از جمله ناممکن و محال است. بنابراین دوستان عزیز بار دیگر تاکید می سازیم که آفریدگار ما و شما با جمله اسمهایش و صفتهایش ابدی و ازلی بود. هیچ اسم و هیچ صفت نو پیدا نیست. چون اگر این اسمها یا صفتها نو پیدا می بودن، نقصان در ذات خداوند بود و محل نقصان در او تعالی نیست. امام ابو حنیفه در دوام فرمودند: او همیشه با علم خودش عالم بوده و علم صفت از صفات ازلی اوست. یعنی الله تعالی همیشه عالم است با علمش و علم صفت ازلی وی است. علم او تعالی قابل زیادتی و نقصان نیست. علم او زیاد و کم نمی شود. علم ما انسان ها باشد وقتی که می خوانیم زیاد می شود. وقتی که خواندن بس می کنیم فراموش می شود. وقتی که انسان پیر می شود فراموش خاطر می شود. این علم ما است که کم و زیاد می شود. نقصان در او است. علم الله تعالی باشد کم و زیاد نمی شود و هیچ نقص در علم او نیست.
و در دوام گفتند همیشه با قدرت خودش توانا بوده و قدرت صفتی از صفات ازلی اوست. یعنی همیشه الله تعالی قادر است و قدرت و توانایی او صفتی ازلی وی است و هیچ نقصان در قدرت او دیده نمی شود و هیچ وقت قدرت او کم و زیاد نمی شود. در دوام گفتند و همیشه با کلام خودش سخن می گفت و کلام صفت از صفات ازلی اوست. یعنی الله تعالی همیشه سخن کننده است و سخن گفتن صفت اوست در ازل و سخن گفتن او به سخن گفتن ما مانند نیست و به هیچ یکی از مخلوقاتش مانند نیست. امام ابو حنیفه در دوام گفتند همیشه با صفت آفرینش خود آفریدگار بوده و آفریدن صفت از صفات ازلی اوست. یعنی همیشه الله تعالی خالق است و خلق کردن صفت وی است در ازل. بعضی گروه ها بودند که می گفتند که خداوند تا آن دمی که هیچ چیز را خلق نکرد خالق نبود، بعد خالق شد، یعنی که صفت خالقی در وی پیدا شد. این موافق عقیده علمای ما اهل سنت و الجماعه درست نیست. خداوند در ازل خالق بود و خلق کردن یکی از صفتهای ازلی اوست. و در دوام گفتند همیشه با صفت فعل یعنی کردار خود انجام دهنده بوده و انجام دادن صفت از صفات ازلی اوست. فاعل یعنی انجام دهنده خود اوست. همه آن چی و آن کس که عمل فعل به او انجام میگیرد مخلوق است، اما فعل خداوند مخلوق نیست. فعل خداوند ازلی است. فعل خداوند به مانند همه صفتهایش ازلی و ابدی است و مخلوق نیست. و در دوام امام ابو حنیفه گفتند و صفاته فی الازل غیر محدثة ولا مخلوقة، فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف فيها او شك فيها فهو کافر بالله تعالی. یعنی صفات او تعالی ازلی است، نه نو پیدا شده و نه مخلوقند. پس هر کس بگوید که صفات خداوند متعال مخلوق است یا نو پیدا شده است یا در این امر توقف کند یا شک نماید، به خداوند متعال کافر شده است. چون این تشبیه دادن به صفتهای ما انسان ها است. صفتهای ما انسان ها مخلوقند، پیدا شده اند و کم و زیاد می شوند و نقصان دارند و نابود می شوند و صفتهای خداوند باشند از همه این نقصان ها پاک هستند، کم و زیاد نمی شوند، ازلی هستند. اگر پرسند که چرا کسی صفتهای الله تعالی را مثل صفتهای انسان مخلوق و نو پیدا بگوید کافر می شود؟ جواب می گوییم که زیرا صفتهای الله را به صفتهای انسان مانند کرده است و کسی چنین بکند از دین بیگانه می گردد. خلاصه درس دوستان عزیز، صفتهای خداوند ازلی و ابدی هستند، نو پیدا نیستند، کم و زیاد نمی شوند. و صفتهای ما انسان ها باشد مخلوقند، پیدا شده هستند، کم و زیاد می شوند، نقصان دارند و نابود می شوند. پس فراموش نکنید که هیچ وقت صفتهای خداوند به صفتهای ما انسان ها مانند نیستند. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.